خواهرانی که میگویند به خاطر بی‌فرزندی نزد فالبین رفتم، میگویند ما موگی کردیم، چیزی دیگر پیشگویی کرده میتوانیم، ما میتوانیم شوهرت رو به تو برگردانیم، زنت رو به تو برگردانیم، تو رو فرزنددار کنیم، اینجا نرو به آنجا نرو، نامی بابایت چی، پدرت چی میپوشی، چی میخوری. نه، این کار ملاها نه، اینها جادوگر هستند که مردم رو با بسم الله گفتن، تو مردهایی که به خاطر اینکه تجارتش خوب نشد نزد فالبین میرود. نه، من الحمدلله حج کرده اومدم، من جادوگریم رو دوام میدیم. بعضیش عمره میرفت. از خواهران میگن ما نزد کسی رفتیم و بسم الله الرحمن الرحیم گفت، سوره فاتحه خوان، بعدن به من این داد آن داد. نه، این یک شیطانی هست. این کارت هر آدمی که اینا بی فرزند باشه، اگر که میبینیمشه که همین آدم برای چی فرزند نداره. خیلی مثلا در کارت در دوست نوشته است، خیلی معلومه. نه، همین زنه که سبزینه های مثلا شیله آدم علم میکده یا آدم کی کده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هموطنان و همزبانان عزیز، امروز میخواهم با یکی از موضوعهای خیلی مهمی که روز از روز در بین مردم علل خصوص بین زنها می افزاید، آن هم رفتن به نزد فالبین و جادوگران صحبت داشته باشم. اما مسئله دیگر این است که مسئله رفتن زنها به نزد فالبین ها. خواهرانی که میگویند به خاطر بی‌فرزندی نزد فالبین رفتم، میگویند ما موگی کردیم، چیزی دیگر میگویند در طرفهای جنوب، یعنی به نزد فالبین رفتیم به شکمم چیزی بست، به نزد مولا رفتم چه دعای خواند به شکمم بست، در حالی که اونی که در حقیقت از روی شریعت رقیه میخواند و به شکم زن نزدیکی نمیکند، به دست زن نزدیکی نمیکند. در این مسئله که رقیه شرعی دعاخوانی از روی اسلام چگونه باید باشد و پیامبر چگونه دعا میخواندند، صحابه ها چگونه دعا میخواندند، الله نصیب کرده باشد در صحبت های دیگر همراهتان صحبت میکنیم. اما خواهرانی که به خاطر اینکه شوهرشون مثلا از ایشون دلخنک است یا فرزند ندارند، یا بعضی برادرها از اینکه کارشون برار نمیگیرد، بعضی پدر و مادر از اینکه عائله فرزندشون تنج و امان نیست نزد فالبین میروند، مسئله نزد فالبین رفتن اینقدر خطرناک است که در حدیث ابو داود پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن من اتی کاهنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه و سلم. هر کسی که به نزد جادوگر رفت و جادوگر رو تصدیق کرد، یعنی باور کرد که اوره شما آینده مرا گفته توانستید، اوره شما می توانید فرزند مرا خوشبخت کنید، اوره شما می توانید که با جادوی فال شما من صاحبی فرزند شوم، اوره به این دعاهای شما یا با این جادوگری های شما، که جادوگری فالبین ها رو متاسفانه دعا هم میگوین، من کارم برار میگیرد. پیامبر میگن او کافر شد به آنچه که به پیامبر نازل شد، یعنی به قرآن کریم. یعنی عموما کسی که جادوگر را تصدیق میکند، باور دارد که از دست فالبین کار ساخته است، در حالی که فالبین خودش مسلمان نیست و هر کاری که میکند از راه شیطان ها و یا سرخم کردن در نزد جن و شیطان ها می باشد، پیامبر میگویند او به اون چیزی که به محمد صلی الله علیه و سلم نازل شد کافر است. یعنی باور نکنید آنی که به فالبین 100% اعتقاد دارد او به الله هم اعتقاد داشته باشد، او مخلوط یا گفتیم آمیخته شرک است. در حدیث دیگر در صحیح مسلم است، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند من اتی عرافا فسأله عن شیء. در این حدیث کمی فرق میکند. فسأله عن شیء فصدقه لم تقبل له صلاة ببخشید 40 یوما. هر کسی که نزد فالبین آمد و از فالبین چیزی رو پرسید و باور کرد، 40 روزه نماز او قبول نمی شود، برابری او عبادتش هم. در بالا پیامبر گفتن مسلمان نیست، در پایین گفتن نماز 40 روزه قبول نیست. چرا قبول نیست؟ برای اینکه در پایان او باور نکرد، فقط از روی کنجکاوی، از روی که یک بینم، که از روی وسوسه که کنی بینم همین فالبین چی میگوید، فقط قدمت رو به خانه فالبین نهادی، فقط قدمت رو. پیامبر میگن 40 روزه نماز تو قبول نیست، 40 روزه عبادتی تو قبول نیست. پس اینجا مسئله باور کردن به فالبین، یعنی او میتواند از دستش می آید گفتن، انسان رو کاملا از دین خارج میکند. خواهرانی که به فالبین باور دارند، مادرانی که میگویند نه ما
بیماران خود را شفایش را در فلان فولبین جادوگر دیده ایم، باید توبه کنند، عرض شهادت کنند، به الله برگردند، برای آنکه در کفر واقع شدند. اما خواهرانی که فقط رفتند و گفتند نه من میدانستم که وای دروغگو هست، تو یک شیطان وسوسه‌ام کرد، یک مادرم، یک خواهرم، یک کسی مجبورم کرد، توبه کنید، 40 روزه نماز شما دیگر قبول ندارد. از طرف دیگر اینجا فولبین ها خالصا لله که کاری نمی کنند، پولی که خواهران، پولی که زن ها به فولبین ها می دهند، خوراکواری که چی از تخم و گوشت و 1001 نمود چیز دیگر و لباسی که به فولبین ها می دهند، کمی آن را در راه الله اگر صدقه کنید تمام مشکلی های شما برآورده می شود. در ما حدیث پیامبر است تداو مرضاکم بالصدقه، بیماران خود را با صدقه دادن شفا دهید. شما مشکلی هایتان را بجای اینکه روید به نزد یک کافر، یک بدبخت فریبگر که اکثریت گپش دروغ است، اگر راست گوید هم به واسطه شیطان لعینه که دشمن الله دشمن مردم است، به واسطه او انجام میدهد، شما به جای اینکه روید به او پولتان را خرج کنید و به او باور کنید و ایمان را کاملا از دست دهید، بهتر نیست به یک محتاج، به یک غمبغل از آن صدقه کنید با امید آنکه پروردگارا من به تو توسل میکنم، با این عمل صالح هم خیر میکنم که پروردگار مشکلی های مرا برطرف کن، گویان به الله تضرع کنید. یعنی اینجا اینقدر این بدبخت ها امروز زیاد شدن و عجیبش این است که فولبین ها رو میگوید خیرین به خاطر پول کار کردن، حاضر میدونید مردم به خاطر پول چی کارها نمیکنن. دیگر مردم فراموش کردن اکثریتشون که حلال و حرام چی است. فولبین ها رو که درک کرده میشود که این بدبخت برای پولکاوی پولیابین کارو میکند، اما به عقل زنها چی شده است؟ حتی مردهایی که به خاطر اینکه تجارتش خوب نشد نزد فولبین میرود، یا زنهایی که به خاطر اون جنگ و جنجال بین کلینش و پسرش هست به نزد فولبین می رود. شاید جنجال آنها دوایش چیزی دیگر هست. مشکلی رو ما به جای اینکه صحبت کتی حل کنیم یا رویم نزد یک اهل علم، یک اهل مشورت که خالصا لله برای ما مشورت میدهد، خالصا لله برای ما راهنمایی میکند، ما هم پول خود را هم ایمان خود را می رویم نزد این فولبین های بدبخت که ایمان ندارند، موافق شریعت اسلام، موافق سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم، آیت قرآن کریم، اینها ایمان ندارن، هزار ادعا کنند که من مسلمان هستم و من دیگر حج رفتم و یا به گفته خودشو من نمازخوان هستم و به پای طهارت نمیگردم، اینها میروند پول خود را به یک بدبخت میدهند. باز اعتقاد یا ضعف ایمان رو نگاه کنید که انتظار هستند که از دست فولبین چیزی می آید. و حتی زنهایی هستند که بیماری سرطان دارند، بیماری سرطانی که دیگر کودک هم میداند که از دست انسان چیزی نمی آید، نزد فولبین میروند که من بیماری سرطان دارم تو کار کن. زنک بجای اخلاقش را درست کردن که با شوهرش مناسبتش خوب شود، نزد فولبین می رود که شوهری مرا به من گرم کن یا قلب شوهری مرا به من گردان، در حالی که حدیث پیامبر از قلبهای مردم، قلبهای بنده ها در انگشتان الله هست. برای همین همیشه دعا میکردن که پروردگارا قلبهای ما را در دین خودت، در اطاعت خودت ثابت بدار. یعنی اینجا همون التجایی که چه خیلی گفتم پروردگار غنی است، حمید است، پروردگار نه به نماز ما نه به صدقه های ما محتاج است. این ما هستیم که فقرا و الی الله، به الله نیاز داریم. اگر از همان پول ها، از همان راه پیمایی و از این شهر به اون شهر رفتن را ما به نزد الله میدویدیم، به رضاگی الله میدویدیم، این همه مشکلی ها از سر مردم. عزیزان، موضوع امروزه رو هم گذاشتیم که باید هر یک نفر، علل خصوص خواهران، زنها، مادران عزیز احتیاط باشید که رفتن به نزد فولبین فقط پول شما را نه، ایمان شما را هم نابود میکند. و اینجا چون مسئله شرک است و هر جایی که، هر خانواده که، هر مکانی که در آنجا شرک می افزاید، دیگر غضب الله بالای آنها نازل می شود و عملهای آنها تماما در نزد الله قدر ندارند. خواستم درباره رفتن به نزد فولبینان و کوتاه حقیقت درباره خود فولبین ها همراهی شما صحبت داشته باشم. پیش از همه عزیزان، الله میگوید لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اگر شرک آوردی به الله، تمام عملهای تو نابود می شود، ضایع می شود و تو از جمله زیانکاران خواهی بود.
در دنیا هم در آخرت هم. آنهایی که دست به شرک زدند، آنهایی که در حیاتشان شرک وجود دارد، یقین بدانند که یگان کار آنها ثواب ندارد. لا یحبطن عملک میگوید الله، تمام کارهای ثوابی تو هیچ معنا ندارد و این کم نیست، در دنیای آخرت تو از جمله زیانکاران خواهی بود. و اینجا مسئله فالبینی خیلی رابطه بزرگ دارد به مسئله شرک. پیش از همه هر نفری که بخشی هست، در جایهای ما بخشی میگویند یا فالبین است یا جادوگر هست، بعضیا میگویند ملا هست، در حالی که ملا جادوگر نیست. ملا کسی هست که یگان کسی بیمار را آن هم همچون کسب نه، همچون کمک دعاخوانی میکند، آیت الکرسی میخواند، سوره بقره میخواند، فاتحه میخواند، همین. نه اینکه میگوید چند روز این را نخور، چند روز آن را نخور، به اینجا نرو، به آنجا نرو، نامی بابایت چی، پدرت چی میپوشی، چی میخوری. نه، این کار ملاها نه، اینها جادوگر هستند که مردم را با بسم الله گفتن فریب میدهند. بسیاری از خواهران میگن ما نزدیک کسی رفتیم او بسم الله الرحمن الرحیم گفت، سوره فاتحه خواند، بعدن به من این داد آن داد. نه، این یک شیطانی هست که با بسم الله الرحمن الرحیم میخواهد شمایان را فریب دهد. و اگر خودی به مسئله فالبین ها بیاییم، ببینید که در نزد تمام علما، در مذهب خود ابو حنیفه رحمت الله علیه هم فالبین مسلمان نیست. 1000 حج کرده باشد، 1000 بار بسم الله گوید، در نزد مردم سرش را به سجده ماند، هم فالبین در نزد یگان علمای اهل سنت مسلمان نیست. مادامی که فالبینی خودش را حلال میداند، جادوگری خودش را حلال میداند، برای آنکه آیتی که الله میگوید لا یعلم الغیب الا الله، این میگوید نه من هم غیب را میدانم. الله میگوید بجز الله کسی غیب را نمیداند مگر بعض پیامبران که بعض امور را الله به آنها خبر داده است. لیکن جادوگرها از غیب با خبر نیستند و اینها ادعا میکنند که نه ما غیب را میدانیم، ما با خبر هستیم، ما آینده تو را پیشگویی کرده میتوانیم، ما میتوانیم شوهرت را به تو برگردانیم، زنت را به تو برگردانیم، تو را فرزنددار کنیم. آره، در این باره که آنها با جن همکاری میکنند و دربارش حدیث حضرت عایشه است که وقتی میگویند بعضی گپ‌های فالبین ها یا جادوگرها راست میآید، پیامبر صلی الله علیه و آله میگن آنها هیچ کار کردن نمیتوانند، آنها فقط یک کلمه از جن چیزی که شنیدن 1000 کلمه دیگر بالایش همراه میکنند و به مردم میگویند. یعنی در مسئله فالبینی، آنهایی که مشغول فالبینی هستند که روز از روز تا جایی که من خبر دارم، علل خصوص در دهه های تاجیکستان صف فالبین ها که اینها دیگر مسلمان نیستند میافزایند. یعنی فالبین در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه هم مسلمان نیست و حتی حدیث پیامبر است که حد الساحر الضرب بالسیف، اونی که جادوگری میکند، اونی که فالبینی میکند، پیشگویی میکند، گرم و خنک میکند، دیگر به عموما تخم بیار و دیگر چیز بیار و عموما میدونید مسئله های جادوگری را به این کار مشغول است. پیامبر صلی الله علیه و آله میگن حد او، جزای او گردن زدن است. حتی در زمان حضرت عمر بعضی جادوگرها را دستگیر میکردند و میسوزانیدند که اینها فسادگرها هستند. و الله در سوره بقره میگوید انا اینها و تبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، در دوامش میگوید و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، این شیاطین کافر شدند برای آنکه به مردم سحر را میآموزانیدند. یعنی جادوگر در اسلام خودش مسلمان نیست. هر پولی که درآمد میکند حرام است. 1000 حج کند هم، 1000 نماز خواند هم، 1000 بعضیش به سرش سطر پرتوید هم، باور نکنید که او مسلمان است. اگر او مسلمان می بود به این آیت قرآن کریم عمل میکرد. اگر او مسلمان می بود به گفت اسلام و به گفت تمام علمای اهل اسلام که جادوگری خودش عملی کفر است، کسی که حلال دانسته اجرا میکند خودش کافر است و حکمش قتل است، از این کار میترسید. نه، من الحمدلله حج کرده اومدم، من جادوگریم رو دوام میدیم. بعضیش عمره میرفته است گویا که دیگر با همین جادوگری تمام شد، یعنی کلا و با همین کارش جادوگری خودش رو حلال نشان میدهد، در حالی که فالبین در نزد تمام اهل اسلام خودش کاری میکردگیش استادش تماما از مسلمان مثل مشرق و مغرب از اسلام دور میباشد. مسئله دیگر عزیزان، شاید که به گوش بعضی فالبین ها رسد و توبه کنند. چیزی دیگر احوال خود فالبین ها رو ببینید. خواهرانی که بعضی ها اعتقاد دارن که نه از دست فالبین چیزی میاد، این حالت این بدبخت خودش چی است؟ فالبین رو دیده زندگی از 100% باشد، یکیش
به شوهر است، دیگرش فرزندش بدبخت است، دیگرش دخترش بیروحه است و اکثریتش رو شاید 98% رو میبینید که پیش از مرگش به چقدر بیماری های دچار میشود بر عوض این همه جادوگری، این همه حرامخوری، این همه دشمنی که به دین الله داشت و به فالبینی دست زد. پس مسئله به نزد فالبین رفتن، مسئله حل مشکلی خود را در فالبین دانستن مسئله عادی نیست. مسئله هست که انسان را موافق حدیث پیامبر از دین خارج میکند، از دین خارج میکند. هزار اشهد ان لا اله الا الله ولیکن من باز به فالبین ایمان دارم، این گپ دروغ است. بر علا انسانی که به فالبین ایمان دارد، یعنی باور دارد، و از دین خارج است. باید از نو کلمه شهادت عرضه کند، به الله توبه کند و برگردد به سوی پروردگار که این وعده الله است: من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. وقتی شما عملهای صالح انجام میدید، کارهای خوبی ثوابی که الله دوست می‌دارد انجام می‌دهید، شما در حالی که مسلمان باشید، فلنحیینه حیاتا طیبه، الله برای شما حیات طیب، زندگی پر از آرامی، زندگی آسایشته، چی با فرزندان، چی با شوهر، چی با عائله، چی با اطرافیان نصیبتان میکند. و این هم کم نیست: ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا یعملون. از این هم بهتر مکافات آنها را الله در روز قیامت در جنات الفردوسش میدهد. این بود عزیزان صحبت امروزه من. پروردگار تمام فالبین ها را هدایت کند که به راهش برگردند و هرگز دیر نیست توبه کردند. سحره فرعون، آنهایی که در زمان فرعون جادوگری میکردند، میدونید که توبه کردند و به الله سجده کردند و وفات کردند و شهید شدند. برای هر فالبین هم فرصت هست که توبه کند. برای هر یک زنی که به نزد فالبین می رود، برای او هم فرصت است که توبه کند. این الله هست که می گوید: این الله یغفر الذنوب جمیعا، تمام گناه ها را پروردگار می بخشد، اما به شرط آن که انسان خالصا برای پروردگار برگردد و گناهایش را تماما، هر گناهی که می کرد از آن برگردد و توبه کند. این بود صحبت امروزه من. در پناه الله باشید. سلام علیکم و رحمت الله.